الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت، الموت حق، إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا قال الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. صدق الله العظیم. خدمت همه سروران عزیز و بزرگوار، همه علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در برنامه گذشته پیرامون بیماری رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم و وصایایی که داشتن اشاره کردیم. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در روز دوشنبه 12 ربیع الاول سال 11 هجری، وقتی که مسلمان ها نماز صبح را ادا می کنند و رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را از دروازه حجره نظاره می کنند و آن روز فرحت و خوشحالی سر تا پای رسول الله صلی الله علیه و سلم را گرفته بود. حتی بعضی از صحابه اشاره کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنقدر فرحت و خوشحالی داشتن که ما احساس کردیم شاید کلاً بیماری از وجودشان دور شده باشه. هر کدام رفتن به سراغ کار و وظیفه‌ای که داشتن، به شمول سیدنا ابوبکر صدیق که یک خانهشان بیرون از مدینه بود که اشاره کردیم، به آن خانه خود تشریف برده بودند. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در لحظات نزدیکی ظهر به حال احتضار، به حال نعز، به حال به اصطلاح قبض روح که میگوییم قرار گرفتن. بعداً وقتی وضعیت جسمی رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم دیگرگون می شود، اسامه رضی الله عنه، اسامه ابن زید، نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم می رود. رسول خدا توان حرف زدن را ندارند. وقتی که توان حرف زدن را نداشتن، فقط دستانشان را رسول خدا به طرف آسمان بلند می کردن و سپس به اسامه اشاره می کردن. اسامه ابن زید رضی الله عنه می گوید اینقدر می دانستم که در حق من دعا می کنن. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها سر مبارک را بر سینه خود گذاشته بودند. چی افتخاری! انتخاب حجره عایشه، سر گذاشتن بر آغوش عایشه، در حالت ناز، در حالتی که جان به جان آفرین سپرده شود در آغوش عایشه و دفن شود در حجره عایشه. خوشا به حالت ای مادر مؤمنان، ای مادر زیبایم، ای مادر با عزت و با عفت و پاک دامن. چقدر خداوند به راستی که حکیم هست و خبیر هست. بدون شک الله سبحانه و تعالی واقف بوده که کسانی پیدا میشن به مادر مؤمنان زبان درازی میکنن، زبانی که بر توهین مادر باز می شود او زبان باید بسوزد.
الله اکبر. و چیز واضح و مسلم است که چی در دنیا و چی در آخرت روزی سوختندنی هست. او زبان، او دست، او فکر، او اندیشه و او کسی که به هر طریقی که بخواهد به مادر مؤمنان زبان درازی کند، اگر در دنیا به دست فرزندان ام المؤمنین عایشه صدیقه بیفتد، به درک و نابودی واصل خواهد شد، و اگر در دنیا از چنگال فرزندان عایشه صدیقه نجات بیابد، فردا به عذاب علیم و مهین خداوندی گرفتار خواهد شد. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها سر مبارک را بر سینه خود میگذارند. در آن هنگام عبدالرحمن ابن ابی بکر وارد خانه می شود. سبحان الله، چی خانواده، چی خانواده. عبدالرحمن ابن ابی بکر که برادر ام المؤمنین عایشه صدیقه هست، وقتی وارد می شود به دست عبدالرحمن مسواک هست. عبدالرحمن مسواک دارد. رسول معظم اسلام، رسول نازنین، حرف زده نمی توانند، فقط چشمان مبارک می گردد طرف مسواک. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها می گوید من احساس کردم که رسول الله مسواک می خواهند. مسواک را از عبدالرحمن گرفتم، او را بر دهن خود نرم کردم. الله اکبر. بر دهن خود نرم کردم و دادم رسول الله صلی الله علیه و سلم. مسواک را گرفتن و مسواک زدن و رسول الله صلی الله علیه و سلم همواره این کلمات را به زبانشان جاری می کردن. ام المؤمنین میگه این کلمات جاری بود که می گفتن و فی رفیق الاعلا، فی رفیق الاعلا. در کنار رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم ظرف آبی بود که دست خود را بر آب می گذاشتن و می گفتن لا اله الا الله ان للموت سکرات. سبحان الله. رسول معظم اسلام می گفتن نیست هیچ معبودی جز ذات اقدس الهی، همانا مرگ سختی ها دارد. در روایت دیگر آمده که می گفتن اللهم اعنی علی سکرات الموت، ای الله مرا کمک کن در سختی های مرگ. خواهر و برادر، متوجه باش که سکرات موت خیلی سخته. ببین رحمت للعالمین، سردار دو جهان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم به این حالت قرار میگیرن که میفرماین ان للموت سکرات، همانا برای مرگ سختی هاست. و سرانجام در آن حالتی که رسول نازنین صلی الله علیه و سلم در آغوش و یا سر بر زانوی و سینه ام المؤمنین عایشه دارن، روح مبارک از تن مبارک جدا می شود و دست مبارک می افتد. وصل الحبیب الی الحبیب می شود. دوست با دوست وصل می شود. حضرت انس رضی الله عنه می فرمایند زیباترین روز، منورترین روز، روزی بود برای اهل مدینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد مدینه منوره شدند و سختترین روز و غمانگیزترین روز و خلاصه تاریکترین روز، روزی بود بر اهل مدینه و مسلمان ها که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم
وقتی که جان را به جان آفرین تسلیم میکنن، نکته اینجاست که موضع ابوبکر صدیق در قبال فاجعه وفات رسول خدا صلی الله علیه و سلم. ابوبکر صدیق چی نقش دارد؟ ابوبکر صدیق چی جایگاهی دارد؟ ابوبکر صدیق چه کار می کند وقتی که خبر فوت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم را می شنود؟ زمانی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن، با مسلمانان اضطراب و آشفتگی شدیدی دست داد. مسلمان ها وحشت زده شدن. چرا؟ به خاطری که فوت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم گفته شده اعظم المصائب. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند به هر کس مصیبتی برسد، هنگامی که میخواهد بی‌طاقتی کند، هنگامی که میخواهد بی‌صبری کند، یادش از فوت من بیاید، آرام میشود. اعظم المصائب فوت رسول الله صلی الله علیه و سلم، بزرگترین مصیبت برای امت اسلامی فوت رسول الله است. وجود خود مبارک در بین امت وقتی که بودن، او رهنمایی ها و ارشادات نبی کریم صلی الله علیه و سلم و دروازه وحی، خلاصه نزول جبرئیل علیه السلام، همه اینها خیر و خوبی و برکاتی بود که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم همراه داشتند. پس برای مسلمانان که اگر واضح‌تر بگوییم، به فوت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم کمر مسلمانان شکست، به خاطری که مصیبت بزرگی بر ایشان وارد شد. وقتی که نگاه کنیم که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین، سردار دو جهان، محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، شخصیتی که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم را دفن میکنن، حضرت خیر النساء اهل الجنه فاطمه الزهرا میگوید چگونه دل شدید بر جسد مبارک خاک ریختاندید. یعنی این حضرت فاطمه الزهرا چون او عظمت و او بزرگی و او جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی مد نظر داشتن، به هیجان می آمدن. بنابراین وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف بردن و خبر فوت رسول الله صلی الله علیه و سلم به گوش صحابه رسید، اضطراب و وحشت چنان بود که حضرت علی کرم الله وجهه، حضرت علی رضی الله عنه در خانه حضرت فاطمه سر به زانوی غم نهاده بودند. اصلا حرف نمی زدن، سر به زانو گذاشته بودند. چنان حالتی بود، چنان اضطراب و وحشت برای صحابه دست داده بود که زبان حضرت عثمان به خاطر این مصیبت بند شده بود. حضرت عثمان تکلم کرده نمیتونستن. این مصیبت برای اونها سخت گران تمام شد. حضرت عمر رضی الله عنه چنان به هم ریخته بودن، حضرت عمری که شجاعت و غیرت و بالاخره همه صحابه مگر حضرت علی او شجاعت و او غیرت و او مردانگی، اما با مصیبت رسول الله صلی الله علیه و سلم سر به زانوی غم گذاشتن. حضرت عثمان زبان مبارک بند شد. حضرت عمر رضی الله عنه چنان به هم ریخته بودن که این کلمات را به زبان جاری میکردن. این کلمات به زبان حضرت عمر جاری میشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمرده است. حضرت عمر تکرار میکردن رسول الله صلی الله علیه و سلم نمرده است، بلکه چون موسی علیه السلام به میعاد پروردگارش رفته و برمیگردد. حضرت عمر به هم ریخته بود. حضرت عمر در مقابل این مصیبت بزرگ
نتوانست خود را کنترل بکنه. حتی حضرت عمر گفت کسی که بگوید محمد مرده دست و پایش را قطع میکنم. ببینید حضرت علی سر به زانوی غم گذاشته، حضرت عثمان زبانش از شنیدن این مصیبت بند شده، حضرت عمر فریاد میزند که اگر کسی بگوید محمد مرده دست و پایش را قطع میکنم. زمانی که خبر فوت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حضرت ابوبکر صدیق رسید، وقتی خبر به حضرت ابوبکر صدیق رسید، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بلا فاصله خود را به مدینه رساندن. حضرت ابوبکر صدیق چه کار کردن؟ حضرت ابوبکر صدیق از چی فکر و درایت و از او خلاصه شجاعت و دلیری که خداوند به اونها داده بود، که واقعا شجاعت اینه که در مقابل مصائب و مشکلات انسان استادگی بکنه. زبان حضرت علی بند، حضرت عثمان بند، حضرت علی سر به زانوی غم، حضرت عمر هم فریاد میزند که اگر کسی بگوید محمد فوت کرده دست و پایش را قطع میکنم. حالا رسول الله صلی الله علیه و سلم فوت کردن، امت پس کجا؟ سران و بزرگان امت هم ابوبکر و عمر و عثمان و علی اینها هستند. چی باید کرد؟ و حضرت ابوبکر خود را میرساند چه کار میکند و چگونه در اینجا نقش دارد و موضع‌گیری حضرت ابوبکر صدیق در این حالت بعد از یک میان برنامه انشاءالله بیان خواهیم کرد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد فرستاده الله است و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. خدمت سروران عزیز و گرامی مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بحث ما پیرامون موضع ابوبکر صدیق در قبال فاجعه وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اشاره کردیم که هر کدام از صحابه جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به اضطراب و آشفتگی شدیدی قرار گرفته بودند. زمانی که صدیق اکبر رضی الله عنه وقتی میآیند مستقیم وارد میشن به حجره ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، میبینن که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم جسد مبارک گذاشته است، روی مبارک پوشیده است. الله اکبر. صدیق اکبر آن پارچه را از رخسار مبارک کنار میزنند و پیشانی رسول الله صلی الله علیه و سلم را میبوسند و ابوبکر صدیق گریه میکنند و اشک میریزانند. و بعداً حضرت ابوبکر صدیق وقتی که جسد مبارک را بوسیدن
و گریه نمودن، رو به جسد مبارک میکنن و میفرماین. فرمودن پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم. پدر و مادرم فدایت، به خدا سوگند که خداوند تو را دوباره نمی میراند. موتی که برایت مقدر بود فرا رسید. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیرون میشن. این وضعیت حضرت عمر رو میبینن که فریاد میزنه که محمد نمرده صلی الله علیه و سلم و نمیمیرد. اگر کسی بگوید محمد مرده دست و پایش را قطع میکنم. حضرت ابوبکر صدیق آمدن به حضرت عمر گفتن سکوت کن. بالاخره اشاره کردن. حضرت عمر هیچ توجه نمی کرد و بالاخره فریاد میزد. سبحان الله، چی حالتی. حضرت علی سر به زانوی غم، حضرت عثمان از اثر این مصیبت زبان بند، حضرت عمر فریاد میزند چنان به هم ریخته که فوت رسول الله را بر علاوه که قبول ندارد دیگران را هم تهدید میکند. ببینید جایگاه صدیق اکبر را. بلند میشوند خطبه میخوانند. بعد از خطبه سیدنا ابوبکر صدیق این آیه مبارکه را میخوانند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. محمد نبود مگر فرستاده الله سبحانه و تعالی. خلاصه آیه این است که آیا اگر محمد بمیرد چنانچه قبل از پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم انبیای دیگر بودن مردن، مرگ چشیدن و رفتن، آیا اگر محمد بمیرد و از دنیا برود شما برمیگردید به عقیب خود، یعنی به دوران جاهلیت؟ زمانی که حضرت ابوبکر صدیق خطبه میخوانن و این آیه را میخوانن، صحابه اینجا بر اینا واضح میشود که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف بردن. سوز و فغان، گریه و نالان در بین صحابه خلاصه برا میافتد. هر طرف گریه هست، هر طرف ناله هست، هر طرف اشک ریختانده می شود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگویند فوت رسول خدا چنان به من سخت گران شد که لحظه ای که از ابوبکر صدیق این آیه را شنیدم دیگه قوت به پاهای من نماند. قوت از پا رفت و من افتادم. سبحان الله. و حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه روایت میکنن، میفرمایند این آیه مبارکه وقتی ابوبکر صدیق اشاره میکند و میخواند و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، گویا که اکثر صحابه این آیه را فراموش کرده بودند. اکثر صحابه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در آنجا ثابت می کند این شجاعت، این شهامت، این دلیری، این جایگاهی که به راستی که بعد از انبیاء علیهم السلام افضل ترین خلق ابوبکر صدیق هست. تمام وجود ابوبکر صدیق توحید گرفته است. الله سبحانه و تعالی چقدر در دل سیدنا ابوبکر صدیق صبر و حوصله و چقدر بردباری و که این مصیبت عظیم و بزرگ را در دل حفظ می کند و خود را کنترل می کند و می آید به محضر صحابه و صحابه متوجه می سازد که رسول الله صلی الله علیه وسلم از دنیا رفتن و تشریف بردن و هر انسانی که محمد را پرستش می کرد محمد رسول الله رفتن.
و هر انسانی که خدا پرست هست، الله پرست هست، یکتا پرست هست، الله ذاتیه که حی قیوم، ذاتیه که هیچ وقت مرگ به سراغش نیامده و نمی آید. این موضع‌گیری ابوبکر صدیق در این فاجعه بزرگ، در این مصیبتی که اعظم المصائب گفته شده، خود نیاز به فکر داره، به غور داره که جایگاهی که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم هم که مشکلات گوناگونی ایجاد می شود، جریان مرتدین می شود، ادعای پیامبری کردن و پیامبری می کنن و بالاخره اینجا کسی می خواهد که او صبر، او حوصله، او بردباری، او شجاعت و او دلیری و او مقاومت داشته باشد و این همه فقط در وجود سیدنا ابوبکر صدیق هست. بعد از این که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف میبرن و در همان روز ماجرای سقیفه بنی ساعده، یعنی صحابه که با ابوبکر صدیق بیعت میکنن که چگونه بود و چی جریانی بود و چگونه بیعت میکنن، آیا کسان دیگری هم کندید بودن در این عرصه یا نه و چگونه مسائل رخ داد و چرا در سقیفه بنی ساعده در آنجا جمع شدن. انشاءالله به برنامه بعدی ماجرای سقیفه بنی ساعده انشاءالله بیان خواهیم کرد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.